سلام بچه، چطورید؟ من علی گیم شده هستم و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و امروز میخواییم که با هم دیگه یه ویدیو از GTA رو دوباره با هم دیگه بریم و این ویدیو قراره که مایکل پلیس GTA بشه و امیدوارم که از این ویدیو این داستان دیگه از GTA خیلی خوشتون بیاد و لذتشو ببرین دیگه. فقط قبلش این که بریم سراغ ویدیو حتما دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید و اینکه زنگوله پای ویدیو هم که حتما از یادتون نره که وقتی خواستین هر موقع من ویدیو جدیدی دادن نوتیف اون ویدیو براتون بیاد و شما راحت بتونید بیان ویدیوهای منو ببینید اگه خواستین ببینین البته. و دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، برو همه چی از اون جایی شروع شد که بچه ها این کیه داره به زنگ میزنه؟ بذار جوابش رو بدیم ببینیم کیه. الو، سلام آقا، شما؟ سلام، من دیویدم. ازت میخواستم که برای کار پلیسی به اداره پلیس بیای. کار پلیسی؟ اوکیه، دوست دارم. همین الان میام تو اداره پلیس ببینم چی میگی. بذار تلفن رو قطع کنیم، برو بریم. خب اولین کاری که باید بکنیم این که بریم اداره پلیس. بذار من ماشین رو در بیارم بعدش هم بریم. داداش باز شد. بعد ماشین رو سوار شم، برو بریم. بچه ها ما داریم میرسیم در اداره پلیس و بریم ببینیم که این ملکه دیوید بود کی بود، چی میگه. ماشین های پلیس رو من ماشین ها اینجا پارک میکنم، بریم ببینیم که اینا چی میگن. سلام آقا، کسی به نام دیوید رو شما میشناسید؟ آره، داخل هستن، بفرمایید داخل. خیلی خوب، اوکی داداش، برو بریم. خب اینم از اداره پلیس و نیروهای زحمتکش پلیس. دیوید داره به زنگ میزنه خودش، بذارید ببینیم چی میگه. الو دیوید، سلام، زنگ زده بودی چی کارم داشتی؟ الو دیوید داداش، میگم زنگ زدی چی کارم داشتی؟ هیچی، فقط مایکل خواستم بگم که برو لباساتو بپوش شروع کن کارتو، من دیگه خودم نتونستم بیام. باشه داداش، فقط چقدر عجله داری؟ ای بابا عجله داره، سریع تلفنم قطع کرد. ای پسر جون، با کسی کار داشتی؟ نه من با جناب دیوید کار داشتم، بهم گفتم بیا اینجا میتونیم کارمون رو برای پلیسی شروع کنیم و با خودشون همین الان داشتن حرف بزنن، گفتن که همین الان میتونی شروع کنی و مشکلی نیست که. نه مشکلی نیستش، فقط شما میتونید از همین الان کارتون رو شروع کنید چون جناب دیوید از قبل سفارش شما رو برای ما کرده بوده و فقط برید لباسای خودتون رو عوض کنید، از طریق اداره یه نوع لباس پلیس به شما میدن بپوشید و میتونید کار خودتون رو شروع کنید. در ضمن برای شما ماشین پلیسی مخصوص هم در نظر گرفته شده. به اوکی آقا، دمت گرم. بچه ها من الان میتونم برم کارم رو شروع کنم، فقط گفتش که باید بریم لباسامون رو عوض کنیم، یعنی این که بریم یه دونه لباس پلیسی از خود اداره بگیریم و یه دونه ماشین هم خودشون بهمون میدن و میتونیم کارمون رو شروع کنیم. برو بریم. بچه ها لباسا رو بهمون دادن همینطور که میبینید. الان مایکل تو لباسای پلیسی، خدا وکیلی تو کامنت خودتون نظر بدین که چطور شده. فقط ماشین رو نمیدونم همینا رو باید بردارم یا بذار از این مردی که بپرسم، یعنی همکارم. ببخشید من میتونم این ماشینای جلو در رو بردارم؟ آره پسر جون میتونی، فقط یه سوال، شما استخدامی جدیدی؟ بله من استخدامی جدیدم، که پس گفتین ماشینی نیستی که میتونم برم؟ آره میتونی. خیلی خوب، گفتش که میتونم این ماشینا رو بردارم و برم. آقا برو بریم که برداریم و بریم. خیلی خوب بچه، ما ماشین پلیس رو برداشتیم، برو بریم که کارمون رو شروع کنیم. خدای خیلی ماشین خفنیه و آجیرم داره همینطور که دارید میبینید و عالیه هستن. بچه هم بذارید یه نوتیف داره میاد، برو ببینیم چی میگه. تمامی واحدها، یه فروشگاه لباس فروشی هست که داره به صورت قاچاق لباس وارد میکنه، باید بریم پلمپش کنیم. بچه ها شنیدید چی گفت؟ باید بریم یه فروشگاه لباس فروشی مثل این که لباس قاچاق وارد میکنه رو پلم کنیم. برو بریم. بچه ها نوتیفی مغازه برام اومده، دقیقاً شده اینجا، برو بریم که ببینیم چیه.
خب بچه ها، ما دیگه داریم میرسیم به مکان مورد نظر و فکر کنم زدم تو دیوار. ببخشید یه لحظه. فکر کنم همینجاست دیگه. بذارید. آره همین مغازه است، همین مغازه است. بذارید ببینم که چیه. سلام خانم، به من گزارش دادن که شما اینجا دارید لباس قاچاق وارد میکنین و میفروشین، درسته آیا؟ نه کی همچه چیزی به شما گفته؟ ما اینجا اصلا لباس قاچاق نداریم. در حال به من گفتن من الان باید به صورت قانونی و با حکم مغازه شما رو که اینجاست کاملا پلم کنم. آقای نه، کار خدا ما رو از کار و نون زندگی ننداز. ما اینجا کار میکنیم. ما اینجا از اینجا حقوق در میارم. دیگه من نمیدونم، وقتی کار غیر قانونی میکردید باید فکر اینجاش هم میکردین دیگه. فعلا من الان زنگ بزنم اینجا، بیام واحدا خودم اینجا رو یا پلم کنم یه دستور اجازه بگیرم ببینم چی میگن. اما که از من رسیدم توی موقعیت و الان خواستم اجازه بگیرم ببینم میتونم این که اینجا رو پلم کنم یا نه. آره میتونی پلم کنی. بچه من اجازه رو هم گرفتم، برو بریم که این مغازه رو پلم کنیم دیگه. خب بچه منم اینجا رو پلم کردم، خانومه هم که رفت دیگه. آره برو بریم ببینیم مأموریت بعدیمون چیه. بچه ما داریم میرسیم دم اداره پلیس. بذاری آجرا خاموش کنم مأموریتی که فعلا نداریم و بریم ببینیم که مأموریت بعدیمون چیه. سلام قربان، من مأموریتمو انجام دادم و مغازه اون خانومه‌ای هم که گفتید جنس قاچاق لباس قاچاق میاره میفروشن هم پلم کردم. خواستم بگم مأموریت دیگه نداریم یا اینکه مأموریت بعدیمون چیه؟ ببین تو برای مأموریت بعدی آقای مایکل باید بری با گروه بزرگی، یعنی بنفش پوچایی مثل گروه بالاسا به جنگی و اگه بتونی شر اینا رو از سر مردم و این کشور کم کنی، خیلی لطف بزرگی میتونی به خود تو کشور و مردم بکنی و در ضمن بابت این کارم پاداش خیلی خوبی میگیری. چی؟ با بالاسا؟ این داستان ادامه داره. بچه‌ها رسیدیم به پایان ویدیو و اینکه خواستم بگم که نظرتون رو حتما تو کامنت ها راجع به این ویدیو برام بنویسید و اینکه حتما این ویدیو رو سابسکرایب کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و حتما ازم حمایت کنید که ویدیوهای خیلی خفنی تو راهه. به کانال خودتون خیلی 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 خوش اومدین و الانم که دیگه شد آخر ویدیو دیگه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.